پیغمبر ما و شما از باب معجزات گپ زده بوده است. چی گفته بوده است؟ زمان بالای همین امت من می آید که چگونه امت می شود؟ یفرون من العلماء والفقها، از علمای خود، از دانشمندهای خود می گریزند. زمان می شود فیبتلیهم الله تعالی بثلاث بلیات. پیغمبر خدا گفتند وقتی این زمان بالای امت من آمد، من بر این امت خبر می دهم که سه بلا را مبتلا، سه بلا مبتلا می شود. وقتی از علمای خود می گریزند، وقتی از دانشمندهای خود می گریزند، وقتی که از معرکه امر معروف نهی از منکر که می گریزند، اینها را خداوند به سه بلا گرفتار می کرده است. این چی بلا باشد؟ گوش می اندازیم به سخن پیغمبر. یرفع برکت من کسبهم. پیغمبر گفتند یکم ضربه که بر این طایفه می رسد این است که برکات خدا از کسب او می بردارد. اگر شبان روزن سال و ماه که اگر کار کند، وی صاحب نان نمی شود، وی صاحب خانه آباد نمی شود، وی هیچگاه وقتی خوش را دیراب نمی کند. زیرا که برکات اون جمعیت، برکات اون شهر خداوند برداشت. به سبب چی؟ به سببی که امر معروف و نهی از منکر در اون شهر صدا نمی دهد. به سبب آنه که مردم اون شهر همه محبوب دنیا شدند. دوم بلایی که خداوند با این سبب بر بندگان میارد چی هست؟ یسلط الله علیهم سلطانا ظالما. پیغمبر گفتند که وقتی که این مردم نافار امر معروف شد، دیگر در معرکه های اینها فقط گپ دنیا باشد، معامله دنیا باشد، گپ خدا و پیغمبر، سخن خدا و پیغمبر وقتی صدا نداد، بر بالای این طایفه خداوند پادشاه ظالم را حکمران میگرداند. زیرا که این طایفه خود ظالم است و اینها شایسته چنین ظالم دارند. سوم، در بعض کتب میگوید پیغمبر خدا از گفتن سیوم بلا کمی توقف کردند، نگفتند، زیرا بسیار بلای مشکلی بوده است که رسول اکرم بعد مدت گفتند کسانی که در دنیا امر معروف نمیخواهند، نهی منکر نمیخواهند، از امر معروف و نهی منکر میگریزند، یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، از دنیا خارج میشوند. در چی صورت؟ در حالتی که با خود ایمان ندارند. وای به حالی، وای به حال همون قبیله، وای به حال همون قشلاق، وای به حال همون شهری که در او مردم از امر معروف و نهی از منکر گریزند. وقتی که گریختند معنای او را دارد که اینها از ایمان خود میگریزند، اینها در آخرت ایمان نمیبرند.